درود به همه ستونهای رپ فارسی. من پانچوری هستم و امروز با هم دیگه اومدیم ریاکشن یوتیوبرها به ترک جدید پوتک و زیرو 21 جی رو با هم دیگه ببینیم. قبل از اینکه بریم ببینیم لایک، ساب و یه کامنت کوچولو هم یادتون نره. دمتون گرم. داره تو کمر موتور سی جی قلیون دوستی 5 سال بعد من و صورم به تو میگم فوسی کیرمو خوش نخور بذار کنم سوسی بلد میگه خوش نخورش بذار بکنم این سوسی بک وکال یا اینجوری خلط جمع میکنن تو بچه این قضیه ساید الان مثلا نگاه کنید، مثلا الان جدیدن دیدین که مثلا اگه دیس اشکانکاگان و هیپوپولوژیست باشه، به خاطر اینکه اشکانکاگان اینا اول یه ترک داشتن، ترکی که از چنل پوتک اومد بیرون و بعد دیدیم که پشت سر هم داره کار میاد، ولی بعد اینکه با وانتونز کار دادن، من این نظریه منه، چون پوتک اینا با وانتونز مشکل دارن، الان احساس میکنم سر همون قضیه است که یه دیسی هم به هیپوپولوژیست و اشکانکاگان داده. شما هر سال گل پالو مالدینی دفت آره دیگه میگه هنسای گل علی بیرانوندی تو عمل کوت لفظ علی بیرانوندی تو عمل کوتوله. علی بیرانوند درازه دیگه. بعد ادعا میکنم میگفت ما بهترین نسل فوتبالیم و فلانیم و این حرفا. حاجی فکر کردیم کسی قد داره تو کمر موتور سی جی قلیون دوستی اینی که داریم یه قد داره تو کمر سی جی قلیون دوسی، من شنیده بودم این دیس وینا که ترک یه جایش، بعد موزیک ویدیو ورس گندم دیسه اونه داشت این تیکش خیلی میخوره به ویناک. فکر کردیم کسی قد داره تو کمر موتور سی جی قلیون دوستی قد داره تو کمر موتور سی جی قلیون دوسی، موزیک ویدیو بشمار ویناک دقیقا همین چیزا بوده شاجی، همه رو آورده بود تو تصویر. بارو بندی رو ببندی بیای خونمون کی اجازه میده برید کنسرت عموم همه زیر 18 سالید کنسرت هم نمیتونید برید؟ کی؟ بچه های نسپنج فکر نمی کنم پوتی بیاد به اونا بگی، فکر نمی کنم آهنگ خیلی هم جدید باشه، ولی دیست میکنم کارت چه تموم، بعدش بیا خونمون، بعدش هم لابد با هم میرن هموم دیگه. لفظ علی بیرانوندی تو عمل کوتوله جوله ریمون تو سیف چه فلوی عوض کرده حاجی. این پوتک رو خیلی وقت بود ندیده بودیم دلم برای این پوتک تنگ شده بود واقعا. لفظ علی بیرانوندی تو عمل کوتوله جوله ریمون تو سیف کشامون تو کوله رفیقاتون رو بی همه فیساشون گوگوله رفیقامون دیله رو بدنا جا گلوله. حاجی از قبلش یه اسم پاولو مالدینی آورد، یه دونه علی بیرانوند اونه که نمیدونم حالا شاید فوتبالی نباشن خیلی 2 متر قدشه تقریبا دیگه. آره این تیکش هم حاجی میخوره دیس آرتا و کوروش اینا باشه. آرتا هم آره دیدم یه وایسی گذاشته نوشته بود کوتولا و یه همچین چیزایی گذاشته بود. ارزونی نمیارزی چیپی قد تیپی هر روزم ارزونی نمیارزی چیپی قد تیپی. تیپ میدم به گارسون اینا. چیزش فارسیش چی میشه؟ فارسی دقیق کلمه تیپ انعام، قد انعامی، چیپ و کوچولو منو میبینی لپت گل میندازه. همه گنگ میان لاتی پر تو که بیبی رپری تاتی کن چرا عصبیت حشری میکنه جون بچه خوشگل تو فقط قاطی کن جون ببینیم گل می اینم تایوانجی اومد میخورد بزنه مثلا میدونی چی؟ چرا عصبیت حشری میکنه و فیلان و اینا. آره چون فیس کوری هم یه ذره بیبی تور میخوره باشه دیگه، دقیقاً بیبی رپر و اینا برن یه تیکه هایی هستش نمیشه نباشه اصلا. آره واقعا یعنی کونو میشوری خنده نمیاد روی لبات، یعنی چی حال میکنی؟ خودت داری کونه خودتو میشوری؟ ارضا میشی ها؟ نبود دیگه بمونه پیش روی مباد تو حیات میده کیپتون بوی اینجا وینا میگه آجی هر روزم خواهی مال یک کیپی بینی کیپی. ویناک تو ترکاش اکثرا به خودش میگه وینی ویچی، میگه داشیا به میگن وینی ویچی و اینا، میگه بینی کیپی. بعد به ویناک هم خیلی این انتقاد میشه که میگن صداتو میندازی تو دماغت میخونی و اینا. این تیکه قشنگ معلومه به ویناک بوده، بذارید نپذیرم که دیس نیست. ارزونی نمیارزی چیپی قد تیپی هر روزم خواهی مال یک کیپی بینی کیپی خرخرت میره زیر پام قرچه هر روزم مال یک کیپی هم فکر کنم داره. قبلش مثلا کوروشینا رو میگه که ویناک با اونا بود، بعد الان اومده پیش دوکی و اینا. تیپی اگه آمارو بگیری تو همه آقا کی اجازه میده به این کنسرت عمو حاجی؟ آره دیگه همونجوری گفتم دیس زیرو 21 جی ورسش دیس به ویناک بود، چی هم ورس پوتک هم
دیس به وانتونز و اشکان کوکون هیپاپولوژیست. ولی بازم مطمئن نیستم که به اشکان، چون اون تیکه‌ای که انداخته بود خیلی معنی داشت. خب اون کوتوله‌ای که گفته بود، حالا نمیدونم، خود پوتک هم هیچ چیزی نگفته. بری تو قفستون، کاری داشتین کالمی، شماره رو بزن 912 5 تا 0 2 1. اوه زیرو تونی وانجیو گفتش دیگه. ایول پوتک خواب الان. کاری داشتین کالمی، شماره رو بزن 912 5 تا 0 2 1. 5 تا 0-2-1 شد اون آخرش واسه چیز. ولی این تیکه سامویلسون بود دیگه، تو LOL میگفت دیگه 3 تا 9 4 تا گو، بزرگ بنویس 3 تا 9 4 تا گو، 912 200 کیوی 100 تا موز. چه آهنگی بود.